шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори ҳаштум. در دوام کار 2 هفته‌ای خویش در شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد، ساربان حامد را باری اول و چنین صحبتی آشکارا کشیدند. اگر استاد ملا میشد شاید سخنی را به آوردن آیات کلام ربانی به زبان نمیگرفت. از دل گذراند گریزوف. او در مقابل سیمای ساربان حامد سیمای بعضی ملاهای چله سواد دههشان را گذاشت که یک سخنشان از عرش بود و یک سخنشان از فرش و کبر و غرورشان از کبریا بالاتر. در حالتی که گریزوف سرگرم اندیشه‌های خویش بود، کاپیتان میلیسا ساربان حامد در اطراف مرگ صالح جلیل اندیشه میکرد. او اصلا جویای آن سبب‌های بود که کسی را به دست دادن در چنین جنایت‌های وزین مجبور ساخته باشند. بجز نظریه‌های پیشین که در نقشه پلان و چاره‌بینی‌های جستجویی داخل شده بودند، نقل امروزه گریزوف نظریه دیگری را نیز در این سمت به میدان می آورد. چون نه همیشه کروزه از ساحل بی آسیب برمیگردد، به مرگ صالح جلیل می توانست دلداده صباحت محمد نیز دست زند. زیرا اثبات شده است آنقدر مردان سری خویش در راه محبت از دست دادند که حسابش کن. ساربان حامد می فهمید که چون روزش در رسد و گره های معمای مرگ صالح جلیل به دست بیاید، دیگر همه آن گره های بی سر و نو گشاده خواهند شد، چون که خود صباحت محمد خود شاهدی بود که قانون او را همچون جبر دیده اعتراف میکرد. جبر دیده باشد بهر دفاع نام خویش تلاش میکند. ولی تا آن لحظه ها خیلی وقت بود و ساربان حامد نگرانی گریزوف را عاید به در زیر خوف بودن حیات مادر جوان طفلی در بطنش بوده پذیرفت و بهر محاکمه این مسئله همراه وی باید به نزد مفتش صمدوف میرفت. جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. از دل گذراند او و از جای برخیست. صباح، ها من آمدی بچم؟ ها کارها چه خیل؟ موسفید را دیدی؟ موسفید را دیدم. کارها باشد بد. موسفید حتی درباره موجودیت من خبر هم نداشته است. چی؟ خبر نداشته است؟ ها خبر نداشته است. شاید خبر داشته است و خود را به نادانی زده است. نه، عموما خبر نداشته است. آقای خدازاده صالح گفته بود که پدرم میداند کو؟ گفت و شما و پدرم به او باور کردید. و ببین شما چیکار کردید آچه؟ پیش آمد را کی میداند بچم؟ پیش آمد میگویید به نیونستان من نگاه نکرده تقدیر من را به مردی 40 ساله زن و فرزنددار پیوستید. اکنون من سرم را در کجا زنم؟ دوگانه های من تا هنوز در مکتب میخوانند. خودت را سرزنش نکن. از تقدیر راهی گریز نیست. طفلی در بطنت بوده حرامی نیست کو. ما تو را با نکاحی مسلمانی به اون کس دادیم. از این نکاح به من سودی نیست. به کار شریعت شک نبیار بچم. چی خیل شک نبیارم؟ اگر من نکاحی قانونی می داشتم، اگر امروز پدری صالح به من از شرم و حیا یادرس میشد؟ چی خیل از شرم و حیا؟ موسوید گفت که این چی شور است که در دور قمر میبینم. نخواد که دختر 16 ساله با مردی 40 ساله زن و فرزنددار ازدواج نماید. و اون نفهماندی که تو با خواهش خودت نه با امر پدر و مادر به صالح ازدواج نمودی. نه، من در این باره به او یگان گپ گفته نتوانستم. به راستی در نزد موسفید زبانم لال گشت. صد افسوس که ما از جنازه صالح خبردار نشدیم. خبردار می شده چی؟ به جنازه می رفتیم و تو در آنجا از پایه تابوت شوهرت می داشتی. از پایه تابوت داشتن مگر سودی بود؟ همگان می فهمیدن که تو زنی محروم هستی و در بطنت از او طفل داری. نه، من هرگز این کار را نمی کردم. یک بار شما را گوش کردم و به بلا ماندم. چی باز می خواستید که خود را تناسار مردم نمایم؟ این خیل نگو بچم. از آنچه که ما تو را به صالح دادیم نزد خداوند گناهی نداریم، چون که تمام رکنهای نکاح اسلام را رعایت نمودیم. دوم، بیبی و بیبی کلانهای ما از 9-10 سالگی به شوهر می برآمدند. شرم و حیا را باشد آنهای پیش پا میزنند که از شریعت اسلام پای بیرون می نهند. پس گناهکار منم؟ نه بچم.
آخر اگر خودت از گپ ما سر میپیچیدی، حالا سبزه گوری پدرت برابر همین قد موزون خودت گشته بود. من هیچ نمیفهمیدم که آن $10,000 قرض گرفته را شما در کجا صرف کرده اید. به همه آن قرض و قرضاری شما نه شکم سیر را دیدم و نه تنم پوشیده گشت. هرچی کمتر دانی بیشتر خوابت میبرد. این گپ‌ها را فراموش نما. چه خیلی فراموش کنم؟ همان وقت ما را باور کناندی که اگر صالح جلیل را قبول نکنم قرضداران خانه‌ام را آتش میزنند. همش همین خیل بود صبا جان. مادامی که چنین از بگذار دولت جزای چنین نفران را دهد. من عموما فهمیدن میخواهم که به عوض کدام بار پدرم از مردم $10,000 قرضدار شده است. صبا جان بهتر میشد که در این باره فراموش میکردی. این نه تنها به منفعت خودت بلکه به منفعت اهل خاندان میشد. به فکرم دیگر خاموش ایستادن به ما دست نخواهد داد. چی خیل تو چیها گفته ایستاده ای صباحت؟ حالا میرسه در جستجوی قاتلان صالح است. موسفید پدرش مرا آگاه کرد که از دو سر درباره تشریف من به نزدش به میلسه خبر خواهد داد. تو به موسفید سراغ امان را هم گفتی؟ البته. او اول مرا در همین باره پرسید. گفت که از کجایم و پدر و مادرم رو چی نام و نسب است. من باشم چیزی رو از اون پنهان نکردم. چی موسفید در مرگ پسرش از ما دامنگیر است؟ نه، در این باره او یگان سخن نگفت، ولی معلوم است که او جویای قاتل پسر است. تا اندازه من هم به فکر موسفید راضیم. آخر کسی قصد جان صالح کرده است که به مرگ او منفعت دار بوده است. خودت گفتی که موسفید تو را گوش کردن نخواست. همش همین خیل بود. او سر اول کی و از کجا بودنی مرا پرسان شد و من نیز در این باره از او چیزی را پنهان نداشتم. گمان کردم که صالح درباره من و طفل خویش و پدرش صحبت کرده است و چون به سر مقصد آمدم موسفید جامعه خویش چپه پوشید و چی من و عموما دخترهای این زمانه را به بیشتر بی‌حیایی گناهکار کرد و من چی گفتنم را دیگر ندانستم. چه خیلی که میگویند با آرزوی امید سری خویش افشا کردم، ولی معلوم شد که خطا نمودم. تربوز از بغلم افتاد. موسفید نی و بلا یا یگان وقت در میلسه کار میکرده است. نمیدونم. عموما صالح درباره پدر و مادرش چیزی هم نمیگفت. به تقدیر تن دادن لازم صبا جان. آخر من و پدرت هم خوشبختی تو رو میخواستیم که میدانست که آچه جانی آچه شاید اسقال حمل نمایم. مگر یک خطای ما کم بود که دیونباره تو را به ورطه تیله دهیم. کسی اسقاط حمل میکند که غیر شریعت حامله شده است و از بدگویی های مردم میترسد. من هم میترسم شاید اسقاط حمل بهتر باشد. هرگز این خیل نیست. آخر خدا شاهد که تو در قید نکاح صالح بودی. همسایه ها همه میدانند. نه بچیم خونی ناحق ریختن چی لازم؟ نشود روزی به ناخونی فرزند زار شوی. غضب خدا را نبیار بچیم. همسایه ها میگویی؟ آنها به من طرز نگاه میکنند که بیا مان این گپ ها را. چرا پدرم یک بار هم زنگ نمیزند؟ بچم پدرت در کورارت نیست که هر روزه زنگ زند. آخر او به روسیه مردیکاری رفته است. همون وقتی که $10,000 قرضدار شد در روسیه بود که مردمان از روسیه آمده زندگی خوش آباد میکنند، ولی پدری من قرضدار شده فرزندش را به گرم ماند. باز نشود و آی گیسو بریدن نخواد شرم نیاد که پدر را محاکمه میکنی. وقتی که شما پدرم مرا به رازگی خودم به آغوش مردی 40 ساله پرتافته شر نکردید کو؟ خاموش شو. صباحت به خانه خوابش گذشت. او جسمی به حال خویش را بالای کتی ملایم پرتافت. چون کمی آرام شد طفلی در بطنش بوده غیل زده از هستی خویش درک داد. صباحت سری صحبت امروزه خویش با موسفید و مادرش خیلی اندیشه کرد. اون نیز میفهمید که پدرش به چی کارها مشغول است. مادرش گمان دارد که او نمیداند. ببین اسقاط حمل کردن طفل را مادر خونی ناحق میداند، ولی آنچه که شوهرش به نشأه جلابی مشغول است مهری خاموشی بر لب گرفته است. به خبر از آن که شوهرش به خون صدها یا شاید هزاران مردم بیگناه ضامن می شود، ولی مادر خاموش است و خاموش. دل صباحت به حال مادر سوخت. مگر مادر گناهکار است؟ پدرش باشد نه پروای او دارد و نه پروای فرزندانش. چون روزش آمد دختر خویش را در عوض قرضهایش به گرم ماند. صباحت همان وقت جنجال مادر و پدرش را در این باره شنید و رحم به مادر اظهار کرد و به ازدواج راضی شد، چون که پدری بیرحم و شفقتش کفش‌های همسرش را پیش پا ماندن خواست. در آن شب و روز صباحت نخواست که شعله امید در خاندانشان خاموش گردد.
برخلاف پدری بیرحم، مادر یگانه امید آرزوی اوست. ای مادر تا کجا تو بزرگی؟ از آن که صالح جلیل از پدر عروسش موی کندنی نداشت، صباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید. ولی زمین سخت و آسمان بلند و این دختره که مشتیپر در میانه. طی قریب 1 سال خانه‌داری، صالح جلیل احیان در خانه آنها پیدا می شد و سببی همه این را از عائله‌دار بودنش ارزیابی می کرد. هر آنچه که صباحت از شوهر 40 ساله آموخت، این گاه به طربخانه رفتنی آنها بود. او بارها شاهدی حالتهای گشته بود که شوهرش بعضن به ملیساها پول میداد و نظر چنین می نمود که عموماً او از ملیساها قرضدار است. این چه خیلی قرض بود او نمیدانست. ولی بار هنگامی که آنها سر میز طعامخوری در طربخانه تاجیکستان نشستند، میلیسیانری نزدش آمد و رئیس شما را 1 دقیقه ممکن می گفت. صالح جلیل لحظه همسرش را به حال خوش گذاشته از قفای آن ملیسا رفت و دیگر برنگشت. ساعتی پس باز همان ملیسا آمد و به خدمتگار حسابی نمود و گفت که رئیس را با کاری مهم جیغ زدند و صباحت را تا ایستگاه پیش مهمانخانه برده و تاکسی شنانده گسیل کرد. صالح تنها 2 شبانه روز پس به کلبه آنها آمد و از همسرش بخشش پرسید. کاری نهایت مهم برآمد گفت او و من همش را به همان میلیسیانر فهماندم. چه هم میگفت صباحت؟ دختره که اکنون در سن 16 سالگی سرتاریک شده بود. معلوم بود که صالح هیچگاه بستری او را گرم نخواهد کرد و اگر بحث هم میکرد سودی نداشت. او نیز چون مادر بی‌بخت بود و نزد شوهر گناهکار و 4 تنگه قرضدار. آخر چطور میتوانست او بحث نماید که پدرش برای او از صالح 1 بسته $100 رخش ناشکسته گرفته بود و آن دلارها کجا شدند او نمیداند. مثل که باد آورده را باد میبرد. هرچند صالح جلیل در این باره باری هم دهان نگشاد، ولی عیان را حاجت به بیان نبود. موسفید گفت که از کلین اصلی چی دیدم که از تو انتظار شوم و صباحت از این سخن چیزی نفهمید. تنها چون از نزد موسفید به در رفت، با همسایه‌زنی آنها کمی صحبت نمود. هرچند او کی و چی بودنی خویش را نگفت، همسایه‌زن دهانش تسب گرفت و راز اسرار آن خاندان بفروخت. معلوم شد که طی 3 سال آخر صالح جلیل باری هم یادی زن و فرزندانش نکرده بوده است و نتیجهش همین شده است که زن و فرزندانش حتی در جنازهش اشتراک نکردند. پس در دوام این 1 سالی در قید نکاح بودن او، شوهرش شبها در کجا میگشته است؟ همه این به صباحت محمد معما بود. طفل باز پاچک زد و دختر شکمی خیش داشت. سخنان مادر نشود و روزی به ناخن فرزند زار شوی در گوشش صدا داد. هرچند به قول بعضی ها دختران در چنین سن و سال کودکند و از دهانشان بوی شیر می آید، صباحت چی بودنی طفل و مهری آن را کیها در دلش جای داده بود. اکنون او تنها برای خود نه، عموما او اسقال حمل هم کردنی نبود. همین خیل مادر را سنجیدن خواست و خوش بود که مادر او را دلبرداری کرد. اکنون خوب است یا بد، او باید نسبت تقدیر میمده طفلی در بطنش بوده فکر نماید. مگر به گناه او و صالح جلیل طفل گناهکار است؟ هرگز. صالح می گفت که تا زمانی به سن سال قانونی رسیدن من از همسرش جدا می شود و یاد آورد صباحت سخنان شوهر را و دلش گم زد. معلوم می شود که او 3 سال باز یادی زن و فرزند نکرده است. پس او در کجا بوده است؟ نخواد به جز من و همسر قانونیش باز دل داده داشته است. او سری خش ما بین پنجه های نازکش داشت. سرش را با همین پنجه ها فشرد تا از فکر ترس نکفد. پس کیست آنه که میان ما بود؟ شاید همان زن قصد جانش نموده باشد. سوالهای بی جواب یکی جای دیگر را میگیرد و دختر در میان این همه چون کلابه بی سر و نوک غیل میزد. مادر در را گشاده وارد حجره او شد. چون دختر را بالای بستر دراز کشیده دید امر کرد: خیز بچیم، عصر شد. در میان عصر و شام خواب شدن خوب نیست. میدونم. مادامی که میدانی چرا نمیخیزی؟ دلم خجل است آچه. سر و کلابم را گم کردم، نمیدونم چیکار کنم. استغفرالله گوی بچم.
خداوند آدمیزاد را کم روزی کرده است و بیروزی نیه و انشاءالله روزی میرسد و تو هم بخت خویش مییابی. صباحت ناچار از جای برخسته بیرون برآمد. مرسدس پهلوی راه ایستاد. راننده باری دیگر عکس خویش در آینه دیده چون باوری حاصل کرد که غبار در آن روی زیبا نیست، عینکی سیاه به چشم مانده از افته بیرون شد. دختر نظم می‌دانست که عینک سیاه به حسن خدادادش حسن نو ضم می‌کند و چون عینک به چشم نماید، راهگذران به او با چشمی خریدار می‌نگرند. همین چیز به او معقول نبود و نمی‌خواست که همیشه در مد نظر مردم باشد. آخر در دل او تنها یک جای بود و آن نیز زمان پایگاه پرواز صالح جلیل گشته. گاه فقط تابستان‌ها چون همراه شیفی همدلان به سیاحت منظره‌های زیبای دیار می‌برآمد، با خواهشی وی به چشم عینک می‌ماند. عینک به تو زیبنده، همین حسن خداداد به من بسنده است. با اشوه ناز میگفت لیلی. حسن هم مثل عشق است و از غروری بلند میمیرد. چه خیل میمیرد؟ همین خیل عادی، از بی‌پروایی. بجز آن که عینک چشمان کس را از آفتاب حفظ می‌کند، باز خاراکتری طبی هم دارد. چه خیل خاراکتری طبی؟ کس به عینک مجبور است که چشمانش را از آفتاب حفظ نماید، زیرا در زیر چشمان آژنگ‌ها پیدا شدنش ممکن. چون ساعت پیشتر او زیر چشمان خویش آژنگ را بدید، سخنان صالح جلیل به یاد آورد و هنگام از خانه بیرون شدن از بالای جیوان عینک‌های کیها در زیر چنگ و غبار به گوشه فراموشی داده‌اش را با خود گرفت. جوانی راهگذر از طرف مقابل راه با یک نگاه سحرانگیز به طرف او می‌نگریست. چون راه دختر به همان سمت بود، جوان مثل دیسپچر فرودگاه که در قبول گسیل طیاره‌ها سهمگذار است، دختر را با نگاه مهربان خویش قبول کرده همان خیل خاموش و بی آواز گسیل نمود. همه این را لیلی فهمید و اگر آن جوان از دنبالش می آمد و راز دل خویش بیان می کرد، او راضی بود. اما از نزد جوان او آنقدر سربلند و باوقار گذشت که لحظه پس چون به قفایش نگریست کسی را ندید و به غروری ناجای خویش نفرت خواند. او هیچ فهمیده نتوانست که آن جوان به سویش با چشم خریداری نظاره کرد یا چون تماشابین. چه خیلی هم نباشد، توجه مرد را نشانه نیک پنداشته قدم زنیش را تیزانید. بعد 10 دقیقه او به کوچه شفت برآمد و 2-3 دقیقه پس نزد بینای 4 آشیانه ایستاد. در گرد اطراف بنا زیر درخت سیب پیر کودکان جست و خیز داشتند. اصلا منظره زیباتر از تماشای کودکان نیست، ولی دختر را وقت به این بازی تماشا نبود. اگر او چند بار اسقاط هم نمی کرد، حالا صاحب چند کودک بود؟ نه، مهر او اصلا به دیگر چیز داده شده بود و به همین خاطر او حتی خون نفری را که زمان دوستش می داشت بریخت. دیگر در قلب او دل نازک و حساس نه، بلکه سنگ جای گرفته بود که رحم و شفقت را هم نمی دانست. آیا با چنین قلب می توانست او لحظه فارغ از عالم و آدم، از تکاپوی‌های زندگی و بازی طفلان نظاره نماید؟ ایستادن او در نزد بینا از روی عادت بود، نه از روی هوا و هوس. زندگی چند سال آخر او را به احتیاطکاری مجبور کرده بود. 3 سال پیش اگر صالح جلیل احتیاطکاری را از دست میداد، پای بر آستانه میگذاشت که ملیسه ها آمدن مهمان را انتظار بودند. تصادف او در طرف بینای مقابل شخصی را دید که لباس غیر نظامی بود و در پایش کفش‌های حربی داشت. شاید آن نظارتچی از تجربه جهانی خبر نداشت و یا از کم تجربگی بود یا خودی راهبرش نسبت به کار زیردستان از پس پنجه نگریسته بود و خطای شاگرد نادیده. ولی صالح جلیل در یک نگاه گرگ را در جامعه مش شناخت و از آن محل به در رفت. صالح جلیل بعد این حادثه همیشه گردآفریدی خویش را هشدار می ساخت که خود را احتیاط نماید. احتیاط نیمی حیات می گفت و تأکید میکرد که فعالیت آنها احتیاط بیشتری را طلب میکند. راست گفتند که مولا را به گفتهش کن و به کردهش نیه. ببین صالح درباره احتیاطکاری حرف میزند و خود به همین خیل چیز اهمیت نداد. دهان را شیب و فرازش نبوده است و چون دهانش گرم شد سخنی گفت که چون تیغ به جسمش رسید و او را من با همان تیغ سخنش از دارالبقا
به دارالفنا راه خط دادم. نه، من او را از رشک کشتم. دروغ نگو، رشک کجا؟ تو او را برای باییگریش کشتی. ندا آمد از قلبش. چون در گرد و اطراف بجز کودکان کسی را ندید، پای بر آستانه خانه گذاشت. تا 1 سال است که خانه در تصرف آنهاست. اصلا خانه از کیست او نمیداند. سالی گذشته صالح گفت که یک شناسش به خارج کشور رفته است و کلیدهایش را به او داده است. چون صالح در جستجوی ملیسه بود، بسیار وقت خویش را در همین خانه می‌گذراند. صاحب خانه در خارج کشور به چه کارها مشغول بود او انیق نمی‌دانست، ولی از روی مقال خلقی خربوزه از خربوزه رنگ می‌گیرد و همسایه از همسایه به خلاصه آمد که آن دوستی در خارج کشور بوده صالح نیست، چون خودی او به انتقال مواد مخدر دست داشتگی است و دوست را در شب تار هم میشناسد. گفتگی بر این او نیز به دوستی تهجایش کلیدهای خانه‌اش را باور کرده است. لیلی هنگام از اینها بالا برآمدن کلیدهای آن خانه به دست گرفت و چون به میدانچه آشیانه سیوم رسید، چون دوست کلید به سوراخی قلف گذاشته آن را تاب داد و در را گشاده وارد خانه گشت. در را پوشیده از درون محکم کرد و لحظه نفسی آسوده گرفته قامت خویش راست نمود. اولین چیزی که باعث تعجبش گشت این کفش‌های دوران بودند. لیلی زیر لب تبسمی کرد و فهمید که مولای جادوگر چون منقورد یگان قدمش را به امری بالا نخواهد گذاشت. ولی آنچه که مولا در خانه بود و به استقبالش نبرآمد، دلش حزین گشت. دختر کفش‌های خویش پهلوی کفش‌های دوران ماند و کفش‌های ملایم خانگی را به پا کشیده خود نوک پا به آشخانه رفت. چون خانه یک حجرگی بود و دوران را در آشخانه نیافت، چند قدمی پس گذاشته دری حجره را گشاد. منظره عجیبی را دید دختر. دوران از گرمی ماه آخری تابستان بالای کتی ملایم نیم اوریان به پهلو میخوابید. دوران چنان مستی خواب بود که پروای عالم و آدم نداشت. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار 8 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.